اگه کارگر داری اینو ببین، چون اگه حق کارگر رو بخوری یه چیزی از زندگیت کم میشه که حتی فکرش هم نمی‌کنی. من خودم یک تجربه دارم، با یکی رفتم سر کار، قرارمون این بود که هفته به هفته به من پول بده. نه تنها که هفته به هفته پول نداد، زمانی که تعطیل کردم در طول 5 ماه طول کشید که با من تصفیه کنه، اونم کمتر از چیزی که قرار کرده بودیم. آخرش هم یک جمله گفت که آدم میمونه چی بگه، به بهانه این که تا عید قرار بوده بیای از حقوقت کم کردن، در صورتی که اصلا همچین حرفی بین ما نبود. اون روزا فهمیدم یه چیز مهمی تو زندگی هست، حق کارگر رو بخوری برکت زندگیت میره، نه پولت میمونه، نه آرامشت، نه اعتبارت. کارگر شاید صداشو بالا نبره، شاید دعوا نکنه، شاید از حقش هم بگذره، ولی زندگی از حقش هیچ وقت نمیگذره. حق کارگر حق نون سر سفرشه، اگه بخوری یه جایی یه جوری ازت کم میشه، یا تو پولت، یا تو رابطه‌هات، یا تو سلامت. چون دنیا حساب کتاب داره، حتی اگه ما نبینیمش. اگه موافقی که حق کارگر مقدسه، تو کامنت ها بنویس ماشاءالله به کارگر، و این پست رو بفرست برای کسی که کارگر داره و یادش میره که وجدان هم یک چیزیه. حالا برو افطاری بده، محرم شام بده، ولی اول حق کارگرتو بده.